سلام عرض میکنم به شما بینندگان عزیز و محترم برنامه تلویزیونی 10. من محمد رضا تاجداری هستم و اینجا قرار همراه همکارانم به شما 10 تای اول حوزه‌های مختلف رو معرفی کنیم. از شهرها و کشورها و مشاغل و زبانها گرفته تا 10 زلزله بزرگ تاریخ، 10 ترور معروف دنیا و 10 گل سیاسی فوتبال و البته کلی 10 تای اول دیگه که از قسمت اول تا انتها قراره به شما معرفی کنیم. ما توی این قسمت ها مطالب آموزنده و سرگرم کننده فراوانی برای شما داریم و امیدواریم که شما ما رو تا آخر همراهی کنید. بریم به سراغ قسمت اول و معرفی 10 شهر پرجمعیت در دنیا. و اما تعریف شهر، اندیشمندان در حوزه‌های مختلف تعاریف متفاوتی نسبت به شهر دارند. مثلا جامعه شناسا شهر رو جایی میدونن که محل تمرکز جمعیت، سرمایه‌ها، ابزارها و نیازهای مردم باشه. جغرافیدان‌ها شهر رو به جایی میگن که کلی توش ساختمون و بنا و راه‌های ارتباطی باشه که بتونه نیازهای مردم رو برطرف کنه. تاریخ شناسان شهرها رو بر اساس قدمتشون تعریف میکنن و اقتصاددانا معتقدن شهر جاییه که مشاغل بیشتر مردمش بر پایه کشاورزی نباشه. همونطور که مشخصه پرجمعیت ترین کشورهای دنیا معمولا توی آسیا قرار دارن، پس توقع داریم پرجمعیت ترین شهرها هم توی این قاره باشن. بریم به سراغ معرفی این شهر. شهر شماره 10 اوساکا، ژاپن. شهر اوساکا دومین منطقه و دومین شهر پرجمعیت توی ژاپنه. به لحاظ مالی بسیار برای ژاپن اهمیت داره. چرا؟ چون بورس اوراق بهادار اوساکا از معروفترین بورس ها توی ژاپنه. این شهر از چند نظر دیگه هم معروفه. مثلا توی این شهر راه‌های آبی ارتباطی زیادی از طریق نهرها و کانال‌های آبی وجود داره و روی اونها پل‌های زیادی هم زدن. اصلا معروف اوساکا به ونیز سرزمین‌های شرقی. اوساکا از قدیم الایام شلوغ بوده، یعنی مردم از قسمت‌های مختلف ژاپن از شرق و غرب می اومدن برای تجارت برنج. همین امروز هم اونایی که دنبال غذاهای اصیل ژاپنی میگردن به این شهر سفر میکنن. اصلا اسم این شهر معروف به آشپزخانه ملت، یعنی یه ملت خودشونو میرسونن به اونجا که سیر بشن. درسته که توی این شهر ساختمون‌های جدید و مدرن فراوانی ساخته شده، اما همچنان میشه تصویری از معبدها و بناهای قدیمی تاریخی رو توی اوساکای ژاپن دید. نکته جالب دیگه راجع به اوساکا این که چند سال قبل بعد از توکیو گرونترین شهر جهان بود. جالبه که گرونترین شهرهای دنیا توی ژاپن قرار داره. میخوایم بریم به سراغ چین. یه نکته جالب بهتون بگم، میدونید که چین پر جمعیت ترین کشور توی دنیاست.
تا حالا به این فکر کردین اگر تمام مردم چین با هم بپرن بالا و بیان زمین چه بلایی سر کره زمین میاد؟ شهر شماره 9 پکن، چین. پکن پایتخت جمهوری خلق چینه و جمعیتش بیش از 20 میلیون نفره. به خاطر روی گل شما جمعیت دقیقش رو میگم، 20 میلیون و 35,455 نفر تا 5 دقیقه پیش بوده. مساحتش چیزی حدود 16,000 کیلومتر مربع. پکن مرکز اصلی فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و دانش و فناوری و آموزشی توی کشور چین محسوب میشه. قدمتش برمیگرده به 3000 سال پیش و توی قرن‌های اخیر مدام پایتخت کشور چین بوده. جالبه بدونید که پکن حدود 70 تا مسجد هم توش وجود داره که یکی از معروف تریناش اسمش هست نیوجی که قدمتش به بیش از 1000 سال قبل برمیگرده و جالبه هنوزم که هنوزه دارن توش مراسمات مذهبی رو برگزار میکنن. بریم سراغ شهر بعدی. سازمان جهانی بهداشت راجع به این شهر گفته اگر یک روز در هوای این شهر نفس بکشید مثل اینه که تو همون روز 2 تا پاکت سیگار کشیدید. اینقدر آلوده است. 8مین شهر پر جمعیت دنیا، بمبئی، هند. شهر بمبئی که به مومبای هم معروفه پایتخت ایالت ماهاراشترای توی کشور هنده. این شهر هم 2مین شهر پر جمعیت در هند محسوب میشه و جمعیتش بیش از 20 میلیون نفر، چیزی حدود 20 میلیون و 185 هزار نفر. جالبه بدونید حدود 10 سال پیش جمعیت بمبئی چیزی نزدیک به 12.5 میلیون نفر بوده و توی این 10 سال یه رشد خوبی داشتن، تونستن خودشون رو به 20 برسونن. امیدوارم بکشن بالا تا ایشالله 30-40 برن بالا و بتونن رکوردهای دنیا رو جابجا کنن. چند سال پیش به شهر بمبئی یه درجه‌ای دادن با عنوان درجه آلفا. حالا این درجه آلفا چیه؟ معمولاً به شهرهایی که در اقتصاد دنیا بسیار تأثیرگذارن این درجه رو اعطا میکنن، بهشون میگن شهرهای آلفا. بمبئی شهری پر از تناقضه. همونجوری که آلوده ترین شهر هند محسوب میشه، ثروتمندترینشون هم هست. صنعت سینمای هند که اصلا معروفه دیگه، همتون میشناسین، سلمان خان، شاهرخ خان، اینا خیلیش تو همین شهر بمبئیه. در سال نزدیک به 900 تا 1000 تا فیلم ساخته میشه، اکثرش توی بمبئیه که بالیوود هم اینجاست. شهر بعدی ما هم توی آسیاست. 7مین شهر پر جمعیت دنیا، داکا، بنگلادش. داکا بزرگترین شهر و پایتخت کشور بنگلادش و 7مین شهر پر جمعیت دنیاست. اگر به لحاظ تراکم بخوایم نگاه کنیم، داکا 6مین شهر پر تراکم دنیاست. این شهر مرکز فعالیت‌های اقتصادی و فرهنگی و سیاسی در کشور بنگلادش محسوب میشه. در قرن 17 و زمانی که پادشاهان گورکانی بر مردم بنگال حکومت میکردن،
اسم داکا جهانگیر نگر بوده. حکام مسلمان چیزی نزدیک به 600 و خورده سال بر بنگال ها حکومت میکردن و خیلی جالبه که اون موقع زبون رسمیشون زبون فارسی بوده. اثرات اون زبون فارسی رو همین الان هم میشه تو حرف زدن مردم داکا و مردم بنگلادش دید. توی این شهر ریکشاهای فراوانی هم تردد دارن. ریکشا چیه؟ همون گاری دوچرخ خودمون. برای همین داکا معروف به پایتخت ریکشاهای جهان. از آسیا سفر کنیم به آفریقا. یه ضرب المثل مصری هست که میگه انسان از زمان میترسه و زمان از اهرام. حالا یعنی چی؟ من خیلی بهش فکر کردم به نتیجه نرسیدم، اما مصری ها اینو میگن. بریم سراغ ششمین شهر پرجمعیت دنیا، قاهره، مصر. قاهره پایتخت کشور مصر و جمعیتی بیش از 20 میلیون نفر، چیزی نزدیک به 20 میلیون و 500 هزار نفر داره. این شهر پرجمعیت ترین شهر قاره آفریقا و پرجمعیت ترین شهر در بین کشورهایی که زبونشون عربیه. این شهر سال 347 هجری توسط خلفای فاطمی در دلتای رود نیل ساخته شد. با اینکه الان تو قرن 21 هستیم، اما اگر میخوایم به تاریخ سفر کنیم باید یه سری به قاهره بزنیم، جایی که اهرام مصر هنوز اونجا قرار داره و معماری قدیمی و تاریخی تو جای جای این شهر دیده میشه. قاهره مرکز سیاسی و فرهنگی در کشور مصر و به خاطر معماری زیبای اسلامی و مساجد فراوانی که داره معروف به شهر هزار منار. ناصر خسروی قبادیانی جهانگرد، شاعر و فیلسوف ایرانی که ما متاسفانه الان در حد یه خیابون داروفروشی ازش اطلاعات داریم، تو سفرنامه‌اش نوشته تنها جایی که من میتونم با قاهره مقایسش کنم یه جورایی شهر نیشابوره. البته نیشابور زمان خودش که مرکز علوم بوده توی کشور ایران. خب از سرزمین فراعنه سفر کنیم و بریم به سرزمین سرخپوستا، همون سرخپوستایی که زمانی بزرگترین تمدن تاریخ رو داشتن. پنجمین شهر پرجمعیت دنیا، مکسیکو سیتی، مکزیک. مکسیکو سیتی پایتخت و بزرگترین و پرجمعیت ترین شهر توی مکزیک و البته پرجمعیت ترین شهر توی آمریکای شمالیه. جمعیت مکسیکو سیتی چیزی حدود 21 میلیون و 500 هزار نفره. حدود 3000 سال سرخپوست‌های آمریکای جنوبی توی اون منطقه، یعنی تو منطقه مکزیک سکونت داشتن. اما چیزی حدود 500 سال پیش اسپانیایی‌ها با سلاح‌های آتشین و مرگبار خودشون به اونا حمله میکنن، دمار از روزگارشون در میارن و مکزیک رو به عنوان مستعمره خودشون میگیرن. مکزیکی‌ها خیلی تلاش کردن، سالها مجاهدت کردن، بالاخره
211 سال پیش تونستن استقلال خودشون رو به دست بیارن. جالبه بدونید که 20 سال پیش جمعیت مکزیکو سیتی چیزی نزدیک به 9 میلیون نفر بوده، الان 21 میلیون نفره. این یعنی خواستن توانستن است. مکزیکو سیتی پر جمعیت ترین شهر نیمکره غربی نیست، دومیشه. اولیش کیه؟ بهش میرسیم. اما پر جمعیت ترین شهر اسپانیایی زبان دنیا هست. بریم سراغ شهر بعدی. شهر شماره 4 سائو پائولو، برزیل. سائو پائولو که یکی از شهرهای آلفا در دنیا محسوب، شهر آلفا رو بهتون گفتم قبلا، دیگه تکرارش نمی‌کنم. این شهر پر جمعیت ترین شهر کشور برزیل، قاره آمریکا، نیمکره غربی و نیمکره جنوبیه. حتی سائو پائولو بزرگترین شهر پرتغالی زبان در دنیاست، یعنی 5 تا عنوان پر جمعیت ترین رو داره. این شهر یکی از شهرهای مؤثر در حوزه اقتصادی و البته هنر و سرگرمی دنیا محسوب میشه. اسمش از فردی به نام پائول رسول، یکی از مبلغان مسیحیت گرفته شده. جمعیت این شهر کم کم داره به 22 میلیون نفر میرسه. همکاران عزیز اشاره میکنن که رسید 22 میلیون نفر تمام ردش کرد. باریکلا به این شهر. جالبه بدونید که تنوع نژادی توی سائو پائولو و کلا توی برزیل بسیار زیاده. حدود 500 سال پیش پرتغالیا حمله میکنن به برزیل و این کشور رو به عنوان مستعمره خودشون قرار میدن. اما مسلمونا از جای جای دنیا تلاششون رو میکنن و از جای مختلف میان به برزیل مهاجرت میکنن. میگن اگه فرض کنیم، حالا فرض محال، شما رو دعوت کردن در شانگهای که ناهاری شامی چیزی میل کنید، اونو به هیچ عنوان تا آخر نخورید، چون اگر بخورید میزبان فکر میکنه سیر نشدید، باز براتون میاره. غذای چینی هم که دیدین چیه. بنابراین اگه سفر کنید تا آخر نخورید، یه ذره بذارین، اسرافم نمیشه پای من. سومین شهر پر جمعیت دنیا، شانگهای، چین. شانگهای سومین شهر پرجمعیت دنیا و البته پرجمعیت ترین شهر پرجمعیت ترین کشور دنیاست. جمعیت شانگهای چیزی نزدیک به 26 میلیون و 330 هزار نفره. قبلا این شانگهای یه دهکده ماهیگیری بوده و یه شهر بازاری، اما از قرن 19 به خاطر تجارت داخلی ها و خارجی ها تبدیل شده به یک بندر مهم که الان بزرگترین و شلوغترین بندر بازرگانی دنیا همین شانگهایه که تأثیر بسیاری در وضعیت اقتصادی چین و البته وضعیت اقتصادی دنیا داره. این شهر یکی از مراکز اصلی بانکداری، تحقیقات، تولیدات، فناوری و حمل و نقل در سطح جهان. مثل بسیاری از مردم شرق آسیا و به خصوص چینیا، مردم شانگهای هم خیلی سخت کوشن. اینا میان از فرهنگ‌های مختلف بهتریناشو میگیرن، بومی سازی میکنن، میشه مال خودشون.
یکی از ورزش‌های رایجی که توی شانگهای خیلی متداوله ورزش بومی چینی هاست به اسم تای چی. شانگهای به جز مسائل اقتصادی که مفصل خدمتون عرض کردم به لحاظهای دیگه هم معروف هست. مثلا تو معماری ساختمون‌هاش معماری‌هایی دیده میشه که خیلی منحصر به فرده، مثل معماری‌های آرت دکو و شیکومن. همچنین آسمون خراش‌ها و ساختمون‌های عجیب و غریبی داره. البته که از زمانهای قدیم هم بناهایی در این شهر دیده میشه مثل معبد خدا و باغ یو و بسیار هم معروف هستند. در ابتدای این برنامه عرض کردم خدمتتون که تصور کنید مردم چین همگی با هم بپرن بالا بیان پایین، ببینید چه اتفاقی میفته. یه خواهشی ازتون دارم، همین الان چشمانتون رو ببندید، لحظه تصور کنید اگر مردم چین و هند با هم بپرن بالا و بیان پایین چه بلایی سر دنیا میاد. به این بهونه میخوایم بریم به هند و بریم سراغ شهری که معماری ایرانی درونش دیده میشه. دومین شهر پر جمعیت دنیا، دهلی، هند. دهلی بیش از 5000 ساله که مسکونیه و تا الان میگن تقریبا 11 بار به صورت کلی ویران شده و دوباره ساخته شده. اگر این موضوع صحت داشته باشه باید بگیم سخت‌کوش هندیان، چینی‌ها دارن اداشون رو در میارن. جمعیت دهلی چیزی نزدیک به 29 میلیون و 400 هزار نفره. دهلی یکی از مراکز مهم و تاثیرگذار به لحاظ اقتصادی و سیاسی و فرهنگی توی کشور هند محسوب میشه و دومین شهر ثروتمند هنده. اولیش بمبئی بود که مفصل راجعش خدمتتون توضیح دادیم. بناهای تاریخی زیادی در دهلی وجود داره که اکثرش مال زمانیه که حکومت گورکانی ها حاکم بوده که در این بناها معماری اسلامی و ایرانی به وفور دیده میشه. زمانی زبان رسمی مردم هند، زبان اداری و علمیشون زبان فارسی بوده و تو اون زمان دانشمندان فارسی زبان فراوانی توی همین دهلی و هند ظهور پیدا کردن. الان هم که الانه همچنان میشه گوشه ای از زبان فارسی رو در تکلم مردم هند دید. یکی از بناهای زیبا و مهم و تاریخی دهلی مسجد جامع دهلیه که البته به مسجد جهان نما هم معروفه. قسمت از برنامه‌مون رو با یه شهر از ژاپن شروع کردیم با نام اوساکا. میخوایم با یه شهر از ژاپن به پایان برسونیم با نام توکیو. پر جمعیت ترین شهر دنیا، توکیو، ژاپن. توکیو که یکی از امن‌ترین شهرهای دنیا هم محسوب میشه، همین اخیراً توش المپیک هم برگزار شد، با 37 میلیون و 435 هزار نفر پر جمعیت ترین شهر دنیاست. توکیو پایتخت و بزرگترین شهر در کشور ژاپنه که فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی ژاپنی‌ها معمولاً توی این شهر اتفاق میفته. توی توکیوئه که امپراتوری و دولت ملی ژاپن مستقره. این شهر قبلا یه دهکده کوچیکی بود که ادو نام داشت. البته این کوچیک که میگم به نسبت الان ها، چون تو قرن 18 جمعیت توکیو چیزی حدود 1 میلیون نفر بوده، خیلی کمتر از الان، ولی نسبت به اون موقع جز شهرهای بسیار پر جمعیت محسوب میشده.
توکیو اسمش یعنی پایتخت شرقی. سال 1301 شمسی، یعنی چیزی حدود 100 سال پیش، به خاطر زلزله شدیدی که معمولا تو ژاپن زیاد میاد این شهر ویران میشه. یه بار دیگه هم تو جنگ جهانی دوم و توسط بمباران متفقین توکیو نیست و نابود شد، اما دوباره مردمش همت کردن، تلاش کردن، از نو ساختن. معلوم میبینید که چه وضعیتی داره. جالبه بدونید که توکیو جز اولین جاهایی بود که قطارهای زیرزمینی یا همون متروی خودمون درونش ساخته شد. توکیو یکی از شهرهای آلفا پلاس در دنیا محسوب میشه، یعنی دیگه خیلی به لحاظ اقتصادی تو دنیا تاثیرگذاره و مرکز فعالیت‌های اقتصادی و بانکداری کشور ژاپن هم همین توکیوه. چند سال پیش آماری گرفته بودن و دیده بودن که 36 کمپانی از 500 کمپانی ثروتمند دنیا در توکیو قرار داره. شاید اگه مثل من سن و سالتون کم باشه تو فیلم ها دیده باشین، اگر هم سن و سالتون زیاد باشه و پیشکسوت باشین که خودتون خاطره دارین مردم ایران در زمانهای گذشته زیاد به ژاپن سفر میکردن برای کار. اونا کجا میرفتن؟ همین توکیوی خودمون. خب به پایان قسمت اول برنامه 10 رسیدیم. امیدواریم از دیدن این برنامه لذت برده باشین و اطلاعات جذاب و آموزنده‌ای بهتون اضافه شده باشه. امیدواریم که در قسمت‌های بعدی هم ما رو همراهی کنید. به امید دیدار مجددتون. خدا نگهدار.